چطورید؟ بنده امیریکس گیمز هستم و خوش اومدید به پارت 3 بازی ماینکرافت سروایول با محمد تا جان. امروز آخرین پارت بچه ما اومدیم اینجا، خونه رو داشتیم میساختیم. الان هم دیگه بریم واسه ادامه کار. Let's go this game. خب بچه کجا بودیم؟ چیزی من میخواستم چیز بسازم، سخت بود بسازم. پیکش داری بهم بدی؟ بذار ببینم. نه سنگ چی؟ سنگ آره. بده نه 3 تا دارم. اون این شنا بودش، همونایی که چیز میده. 3 تا بسته. آره بابا 3 تا بستم. یه پیکش درست کنم. اول بیا بخوابیم بعدم تخت من اون تخت بذار لحظه. منم پیککس میخوام ولی شمشیرم چیز شکستاری میشکنه دیگه. شمشیر آیرونیم کلا یه آیرونیم هم آخراشه. بیل سنگیم هم داره میشکنه. شبه یا بذار کنار من بخواب. یه دره خونمو کردم که چیزم هست. صبح بریم حتما سنگ بکنیم که پیککس بسازیم. باید بریزون نکن مثلا همونجا باشه. خب بچه یه ثانیه استوب کردم من ویدیو رو. بیا بریم سنگ ماتا بیاریم سنگ بکنیم. آره من میرم عنکبوت مال خودمه. نه خیر واسه منه. داشت من اول پیدا کردم. من میخوام چیشمون بسازم. بده بیا باشه ول کن. برات میسازم یه دونه خودم. اوکی آش 3 تا خواب میخواد. یه دونه کلا داد. چند تا داد؟ یه دونه بذار چیز کنیم فعلا بکشیم. مرغ این مرغ سلام پدر سگ بده من پرام. من دیگه امروزا رو چیز کنم. یه دونه پر دارم، 2 تا از اینا دارم، 22 تا تیر دارم فعلا. آقا من میخوام برم چیز آیرون پیدا کنم. اوکی بذار یه دونه چوب اول بگیرم. در خونه رو کی کندش؟ من در خونه دستمه. نه بعضی موقع چیزه لگه از دور که میای مثلا فکر میکنی در خونه نیست ولی بری نزدیک مثلا نه در خونه خود دستم بود. بچه ها دیدن تو ویدیو. ها نه اینهاش در اون در اضافه بود. اون یه 2 تا در داره بود. آره نه یه در بذار اینو بگیرم. اینجا من با بزرگم داره نماز میخونه. اگه یکم صدا چیز شد شرمنده واقعا. واسه تیر یه دونه 4 تا تیر تونستم بسازم. تیره کو آن دستم. اینو میزنیم توی اینجا. 26 تا الان من تیر دارم. 30 تا چی؟ 30 تا چیز تیر؟ آها سنگ. تیر؟ من بیکارم تیر بزنم. امیر ببین اینو نگاه اینو میبینی؟ جان این سنگه رو نگاه الان گذاشتم. دوباره میکنم دوباره میذارم دوباره میکنم. نگو همون چیزا میره بهت. آره همین شیری بزنی دهنه تویست محمد. من اینا 60 دارم من. بیا بردار اینا. بیا قرض دارم. بیا اینجا انداختم بیا. رشت از کجا فهمیدی تو این داستانو؟ بیا یکی بعد این رشت زودتر میگفتی اینو. چه باگ خوبی داره ماینکرافت. با باگ نیستی منطقه خدا دیگه یه ذره منطقه داشته باشه بهتره. چه منطقی آخه چرا نداد؟ فکر کنم نمیده. نه وقت خیلی بکنی. بعضی موقع مثلا 20 بارم بذاری یه دونه رو و بکنی همین راحت نمیده.
بکنی همیشه مفتی بهت میده. برای خود دسته تنها اون یه دونه؟ نه دادم بهت. چند تومن دارم؟ 4 تا دارم. رفتی داری فارم اونو داری درست میکنی. آره آه داد بزن که پرد شدم پایین. وای خدا. علکی من علوف این کردی ها. ببین وقتی یکی تیر خدا کلی 26 تا من خیلی دارم ها. یه دونه افتادم پایین. 2 تا دیگه هم بهم بده حله. یکیش یه دونه میخوام فقط. تا 6 تا بشه. هم پر الان ندارم. خب ولی حالا پرم جور میکنم من. چوبم که اوکی میکنم. خواهد شد. اونم تموم شد. اینا رو من میذارم تو صندوق چیزا دوباره به درد میخوره. اوکی میام صندوق توی چست. چرا من گفتم صندوق؟ اشکال نداره دیگه. حالا منم یادم میره به خدا. او جاش خوبه پره. خب با وسایل من قاطی نکنم. من میدونم چیه. این تورچه هنوز دسته. من اینا رو میذارم واسه خودم پایین. من این تورچه رو بزنم. 19 تا زغال دارم. خب چی میخواستم؟ این میره اینجا. این میره اینجا. دایمن دارم میذارم اینجا درخت رو 2 تا شدت هم داشت شیرندم بهت. مرغ بمونه. اینا رو بذارم بمونه. این تیرا بمونه. گولم گلدون رو میخوام چی کار من. گلدون هم گذاشتم. چیز دارو هم گذاشتم. این بمونه. تار بمونه. تناب گذاشتم. در گذاشتم. چرمم گذاشتم. خب الان چیزی که من دستم مونده ایناست. این بره اینجا. دارم میچینم همه. 26 رسید. پر نری پر. آیرون چی؟ آیرون نری. من برم یکم پر پیدا کنم. ببین عنکبوت واسه خود بکش. تارش بده به من واسه تیرکمون درست کنم. تیرکمون تو هم لازمه میشه. تیرم من زیاد دارم. حالا خاصی بهت میدم. 26 تا دارم. حالا بازم میخوام بسازم. 6 تا فقط چیز دارم. این زغال چیه اینو دارم. ببینم ویدیو قطع نشده نه. امور چه جالب. من یه شمشیر سنگی درست کنم. نداد. شمشیر سنگی درست کنم. من میرم داخل غارا. کجاست غار؟ چه میدونم بابا یه غار پیدا میکنم میرم داخلش. خودش بگو با هم بریم. با هم بریم. داشت تنها خودش چیکار؟ من هم تیرکمون رو دستم دیگه خاصی از دور کمک میکنم. وای ولی کاش وایسا من باید برم غذا بردارم. چیزت شده استیوا اسکین برای من هنوز همونه. آره لود. خب چون من خود چیز برداشتم ولی یه 2 تا ماهی 4 تا ماهی حله. یه گاوه من بکشم دیگه حله غذا. من وضعیت غذای خوبی ندارم. 6 تا فقط گوشت گوسفند 7 تا گوشت مرغ دارم. الان داره شب میشه. من میگم الان فعلا غذا رو آره رفتم واسه شکارش بدم. آره رفتم پایین. ببین شب بشه. بذار الان داره شب میشه. من میگم شب بزنیم. آخه شب تاریکی عزیزم. نه دیگه داره اطراف خونه دور خونه میگردیم. یه بالا پشتمون درست کنی ها. من کارو در آوردم. داریم
داریم بالا پشت اون آره پله همین نداره که. امروز ساختم اونا. داداش من بذارم بالا پشت اون با تیر کمون. آها خب الان بذار چوب داری چوب نه. ببینم من خودم دارم. بذار من وسیله‌مو بدارم جرم دارم. گوشت گاوارم من واسط گذاشتم اینجا. باش ببینم کو. نه یه ناش برای خودم هم دارم. باش منم واسط گوشتم اونقدر چیز نیم. من هرچی گوشت دارم میخورم. گوشت من کو؟ گوشت تو اون بالا اینا اه. گذاشتم پایین سوا کردم واسه پایین. خب من تا بیای بالا پشت اون اوکی کنیم. باشه وایسا من باید برم الان چوب بکنم سریع. بیا سری منم باید میام پشت. آره. در بذار ببندم. تو میتونی فقط چوب کجا رفتی؟ اینجا دارم میکنم. هر چوبی بود من هم به چیزای دیگه تبدیلشون کنم. مثلا اگر مدل چوبش نباشه نمیخواه حتما مثلا سفید یا حتما قهوه‌ای باشه. 2-3 تا درخت و چیز کنیم حل دیگه. خب یه درخت چند تا جمع کردی؟ نمیدونم فقط دارم میزنم. این درختم بزنم دیگه دارم میرم. هر درخت 3-4 تا میده دیگه بیشتر تازه. بیا بریم داره شب میشه دیگه الان بذار من دیره. این یه دونه رو قطع کنم دیگه تمام. بودو تو برو من شمشیر دارم راحت میشونم به جنگم. منم شمشیر دارم ولی خب شمشیر من آیرون خیلی دیگه ضعیفه. نه تو برو شمشیر زم ضعیفه. دارم شمشیر سنگی هم دارم. یه دونه شمشیر سنگی دارم یه دونه چوبی دارم. اومدم. من چوب 10 تا دارم. من یه فردا شب کنیم چون الان چیزه الان بگیریم بخوابیم. من اینو بسازم 13 تا چوب. بیا الان من درست کنیم ول کن. فردا شب بیخیال. نه امشب و مثلا یعنی همین امشب بجنگیم. آره خوش من با تیر تمام میدم. من فعلا فایت از نزدیک نمیدم چون میری یه نفر میزنه یه دفعه 10 تا زامبی میفتن دنباله. با تیر کمون از بالا مخاشونو میزنم. بعد صبح میریم هر چی افتاده رو زمین جمع میکنیم. عشق میکنی طرز فکر رو. آره. خب 2 تا چیز سرس کرد. بذار من وسیله‌مو بذارم بالا یا تو بذار بالا. نه تو بذار بالا. من حوصله جمع کردن وسایل دارم. نردبون 12 تا بسته. 12 تا ارتفاع است. نمیدونم تو خونه رو درست کردی. رفتم بالا من. یا امیر صدا زامبی داره میاد. بعد دور من جمع شدن متاسفانه. دور خونه منظورته دیگه. نه بابا این زیر 3 تاش توسه نشه بازی نشه. به به 2 تا انکلتون اونجا. کجاست تیر چیز؟ بیا همین بغل خونه است اینا. از بیرون درست کردی؟ آره داداشم. داداش خب یا از بیرون من بابا. چجوری بیام؟ بابا همونو سری بیا همین بغل خونه. من میکشونم اینور. نره. خب محمد جان چرا بیرون از خونه درست کردی؟ بودا کلیور. عقل که نباشد واقعا جان در عذاب است. نرو لبه نرو بشین. نشستم. آره نشستم. برو پایین بری بشین. من میترسم کلیپر نیاد اینجا. کلیپر کو؟ من رفتم با اینجا. نرو من بذار من با تیرکمون میزنمش. اینا رو کشی دیگه. بگو کجاست؟ اون برا کاری با اون نداره. یه لحظه من رو بذار من اینو بزنم اون عنکبوترم. نه اومد. زامبی اومد بالا. تو بالا چجوری؟ کلیپر اومد. ای وای ترکید. کجاست؟ پشت خونه. نه چیز شد؟ بله خراب شد خونه. وای سنگا رو بردار. محمد سنگا رو ول کن. بذار من دارم درست میکنم اینجا رو. الان میان تو اینا. آره دیگه سنگا رو بردار درست کن دیگه. با خاک درست کردم. وقت نشم برم سنگا رو بردارم. وسایل تو ریخ کنم بیرون.
بکنم نصف وسیلات ریختم بیرون. بین رفتن یه تارنج چابوت گرفتن. داداش ول کن بیا تو خونه اول. من بهت گفتم بیرون از خونه نساز اونو. اوه. بذار صبح بشه نه بخواب چیز نه بخواب الان نشسته. بخواب. باش تو بدتو نکن. الان اگه میمردی میرفتی جای اول. اوکی. 3 تا از بین میره. فردا باید درستش کنم. ای وای وسایل من. نصفش اومد دست من. دست من نیومد. من پر بود چیزم. آره وایسا من سنگ زغال داشتم. پیدا کردیم. به به، زیر خونه زغاله. همین کلیپری کردیم. کلیپری. چستمون. من تو چستم هیچی نداشتم آخه. نه من هیچی آها. نداشته بودم. شانس آوردن کم گذاشتن. آخه من هیچی نداشته بودم. بله من 2 تا چست افتاد دستم. اینا چست. خونه رو تو بساز این دیواره رو اوکی کن تا من بسته هم بزنم چست. بیشتر وسایلم. یا اصلا کلیپر نداریم این بر. بله واه کجا اومد آخه؟ یه عنکبوت اینجا دیدم. ندیدم. من 2 تا چیز دارم 2 تا تار دارم. من یه دونه دارم. بده من بذار واسه چیز درست کنم. نه ندارم. گذاشتم کنم داخل چست. نمیدونم. من مردم فکر کنم چیز شد از بین رفت. این کلیپره زد. ترکوند. بابا 2 تا آخه بودن. این میرفت. من وصلامو گوشم چستم هر چند نیاز داشتم برداشتم. چی شد سنگ کم داری؟ بذار من برم این جون مادرت مسئول نشد. ای بابا همین اولیه مسئولم کرد. چیکار کنم خوب شم؟ چیزت کو؟ پلت کو؟ من پله نردبونت کو؟ اینها این بره. الان اینو بکنم یه دستم آره؟ آره. بذار من اینو بکنم بیارم داخل خونه بزنم. آخه داخل خونه چیزه. جام من تنگ میشه. داشت یه نردبونه دیگه. نردبون چه جا تنگی داره؟ نه حالا این چاله رو ششیدی چیز کنم درست کنم. خیلی خاک میبره. کنم 64 تایی خاک. من دارم خوش داشت خاکای منو بردار. چست من پر خاکه. یه 64 2 تا 64 تا یه 26 تا. خدایی؟ بله ببردم. من کجا بسازم اینو؟ کجا بسازم؟ دایمونده هستن؟ آره. خب من هیچ کدوم واسه نداشتم چست توی خودم دارم. چست که خود بود. 60 دارم. این 60 دیگه کافیه. آقا محمد چیکار کنیم اینو؟ حالا من دارم افتضاحی که این کلیپرهای عزیز و خسارت ما رسوندن دارن گنگکاریشون رو درست میکنن. اشتباه زدم جان. این بابت باید یه کلیپر بزنیم، یه عکس کلیپر رو بزنیم، مثلا یه سر کلیپر رو بزنیم و یه علامت ممنوع بزنیم روش. کلیپر نیاد و هرچی هم کلیپر اومد باید بکشنش. اینو من میذارم اینجا نردبونو. بغلش بذار. نه تورچه رو نکن. درست میکنم اینا رو وایسا. بعدشم من اونجا رو حالت دادم. چه حالتی؟ اینو ویلیجرها کردم. نه من اونا رو اوکی میکنم. خب حل. درست کردم بیام ببینم داری چیکار میکنی. خب بیا کنار من میزنم. میشه بری کنار؟ اینجا؟ وایسا اونجا رو من میکنم. باید بریم. اومدیم صاف اینجا. حله؟ نه
این هم میذارم اینجا که نیفتی میرفه پایین. از 3 تا شونه. آره اون برادم میفته. اه مرغ سلام علیکم. کاری باید ندارم باشه. من یه کاری باید نترس. کنم. پرداد عالی شد. من یه کاری میخوام کنم. دریچه بزنم. میدونی چی کار کن بالا رو؟ وایسا. دو تا چیز میدونم، بذار وایسا. جلوش. دو تا چیز بذار جلوش. وایسا چوب داری؟ نه دارم. وایسا الان میبینی چی کاری میکنم. من چیزام گوشم. خب اینا. هر یه پر بهم 4 تا تیر میده. آره اینجوری هم دیگه اون 3 بلاک رو نمیذاریم ها. یا بالا ببین. وایسا 30 تا دقیقا تیر دارم دیگه نمیخوام تیر. نگاه. 5 تا آره. بیا. من واسه اونجا کار دارم. اینجا میریم. ببین 30 تا تیر دارم بستم 5 تا. حالا بازم من خاصی واسه تو هم تیر درست میکنم. نه خودم درست میکنم. خب اینا رو من نمیخوام. تو اینجا رو الان خراب کردی. من اینجا حالا سنگرمانم میخوام درست کنم. یعنی اینو بیام شما این لحظه اینجا ویدیو رو چیز کردم قطع کردم. خب بچه من اینجا پارتو میبندم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیومو لایک کنید، کامنت مثبت برام بذارید، کانال آپارتمو دنبال کنید و یوتیوب هم سابسکرایب کنید. خیلی عشقید. پارت بعدی میبینمتون. گودبای.